است. صنفی سه. صنف سه میشم. چند سال هستی زینب جان؟ 10 ساله. 10 ساله. خب از کجا قالین بافی را یاد گرفتی؟ از مادر. خب چند سال میشه قالین بافی میکنی برای مادر؟ 3 سال. 3 سال میشه. Tu gillar det då? گریش برم. یه قالین خوردم اما قضامت داره. نام سیماست و 15 ساله هستم که بعد از امتحان مکتب اینا دیگه مصرف قالین بافی هستم که حالا قالینم کار نیم دیگه مشکل دیگه قالین بافی رو هم قسم مادرم یاد داده. چند سال از قالین بافی؟ 3 سال میشه. سرخ، آبی، سرخ، سفید، سرخ، لیلی. نه بخور برده برده فکر که کی زکی کی قالین بافی خور میاد داد. خور میاد داد. با شیخ ریم کدوم در خانه ها ریم کدوم باز نمیداد مردم گرافه. یکی رزگکتر هم بود خور ما که از رحم بود اینجی باز گفتو خور مداشمیم قالین خوب است خود احمزارم مرد کردم کلایه باز امیر یاد بگیرد است تو غلیمت است. خیلی که دم تستانه تستیم بعد از دم رسه باز اونمو بیچاره یک قالین یشت قد از مو قطی و گراف یاد داد از بود کم یاد گرفتی گاهی غلم موش دیگه خواه اشتباه موش دیگه ای خور سابق که خوب بود یک چند هزار که موش دیگه وقتا که مرزگگ میشتی یک 6000 روپیه هم شد کم که اگر خوب بوده خانه غلی ماده دیگه باز اینو اگر کچتر بیلم گشت 10000 روپیه ایار کوی دو بجار دم نمیشه سابق که بگم ما این مال خود ما قرضدارم هستیم خیلی قرضدارم باز این مال هم که ما در اینجا خرج خواهد از صندوق شورا پیسک برگدیم از در اینجا خرج خواهد از یک قالین چند پیسه میگیریم مثلا؟ از یک قالین از او پیش که شد 6000 یعنی این بهار که یک تنه تا کدوم شد 10000 اره بس یعنی زمستون چرا خبر ندارم که خلفه میده چند میده نمیده چه قسمشن نمیشه یعنی این هم ترمو وقت دار اندازی که دیدم یا نه ما تازه دو پره کردیم در نوروز بیتنم نتنم اما یک قالین 3 ماه مورم 3 ماه 4 ماه مورم اشتکای من نیه خود من گای کارخانه میشه سوم شه اشتکام گای مطب مرگایسو اون رقمی موشونه دیگه قالین اول ما که در خانه همسایه ما رفتم اونجی فقط من پرکاری کو گراف نمیداد باز اینجی در خانه که آمادی اینجی باز خاله می آمادک باز مرگ گراف یاد چند سال از قالین بافی میکنی؟ 2 سال 2 سال است. قالین بافی را میتر از کچه یاد گرفتی
چند ساله بودین که یاد گرفتین؟ یعنی تقریبا 6 سال 7 سال موشه که ما قالین کار کردی 7 سال بچه کتیم یاد گرفت از او دخانه اشتی بسه دیگه کار خود من دیگه از او پیش هم کار موکدی قالینی قص نه دیگه والی بچه ده والی سای که قیمتی ده کجا رسیده قیمت شده تمام چیز یک وارد ده کجا رسیده روغن ده کجا رسیده براتون کدام مواد خام میآید خودت کدام کارا را میکنی میشه درباره ازی بگویی مواد خام نمیه دیگه میره فشن تاری چیزا که هست نه یا خام نمیه یا کلا نمیتر خلیفه جور کردگی میره و دیگه ما دیگه کار میکنی یا شما فقط بگیم بافتن آره می بافتن قالین خورجان دیگه وقتی کارتون ختم میشه من مسئولین دستگیر میشن و آره دیگه قالین خورمو بره دیگه اون مو پیسه از من میده دیگه خلاص یک قالینه در چی مدت خلاص همین 3 ماه 3.5 ماه بایله خلاص کنی 3 ماه 3.5 ماه از اینجا برای نمیده خشک میشن یه سر از چوب وقتی خشک شد مرحله پنجم پس دمو ماشین باز میره باز مرحله پنجم که شد دمو قیچی شد اسمم محمد نواب است سرپرست این کارخانه مسئول هم بخش هستم این بعد کارخانه شوشت است این کالا را میگه شوشت میکنیم در حدود 12-13 نفر کارگر کار میکنم اینجا شوشت است، قیچی است، تکان است. شروع ازی از سوختانده میشن. شروع کن. این مرحله اول عزیز. بخش سوختاندنش است. این شکل سوختانده میشن. پیش از شوشت. بعد از اینکه مرحله دوم است این ماشین خاک تکانی است وقتی که از اونجا خلاص شد داخل از این مندازیم خاک و همه چی کرد و خاک از این پاک میکنه 2 ساعت 2.5 ساعت داخل از این دور میخوره بخش تکان است بخش خاک تکانیش است این خاک تکانیش است بله داخل از این 2.5-3 ساعت دور میخوره این بخش ششتش است مرحله سومش است بعد از اون اینجا ششت میشه دیگه 3 قسم مواد است استفاده میکنیم مرحله آخر است دیگه قیچی میشه بعد از این دیگه خلاص است قالین مرحله آخرش هم نمیشه بس این بخش شما دیگه حساب قیچیش است آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده ی حقایق